بدترین حس زندگی اینه که شب بخوابی و ندونی فردا قراره چی بشه. حس این که داری میدوی، عرق میریزی، تلاش میکنی، اما وقتی سرتو بالا میاری میبینی هنوز همون جایی. 15 تا 30 سالگی دورانیه که اگه مسیر تو اشتباه انتخاب کنی یه روز بیدار میشی و میبینی بهترین سالای عمرت صرف هیچی شده. واقعیت تلخه ولی واضحه. مشکل بیشتر آدما نه تنبلیه نه کم‌هوشی. مشکل اینه که قطعیت ندارن. دقیقاً به همین دلیله که انتخاب رتبه‌های برتر کنکور شده دانشگاه فرهنگیان. حقوق دانشجویی، استخدام رسمی، جایگاه اجتماعی بالا، معافیت از سربازی، تعطیلات و اوقات فراغت و ساختن نسل آینده ایران فقط چند مورد از مزایای دانشگاه فرهنگیان. اما یک هشدار جدی: قبولی فرهنگیان یک آزمون ساده نیست، یک مسیر چند مرحله‌ایه که تو هر مرحله یه عده برای همیشه حذف میشن. این مسیر 5 گام مشخص داره. گام اول دفترچه رشته کنکورت، همه درس‌های تخصصی از پایه 10 تا 12. گام دوم دفترچه ویژه فرهنگیانه، دروس هوش و تعلیم. دقت کن که اگه اینجا تراز نیاری اصلاً به مصاحبه دعوت نمیشی و کلاً شانس قبولی فرهنگیانو از دست میدی. گام سوم ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلیه، همون امتحانات نهایی. گام چهارم انتخاب رشته و اولویت بندی علایقه و گام آخر مصاحبه است. بنابراین یا این 5 گامو درست میری و قبولی یا با یه اشتباه مردود میشی. پس دو راه: یا خودت آزمون رو خطا کنی و هزینه اشتباهاتو بدی، یا از مسیری بری که قبلا هزاران نفر باهاش به نتیجه رسیدن. اینجاست که الیت کنکور سلام معنا پیدا میکنه. الیت یه نقشه گنجه برای عبور از همه گام‌های قبولی فرهنگیان. آموزش کامل برای موفقیت در دفترچه تخصصی، دفترچه فرهنگیان، امتحانات نهایی، انتخاب رشته و مصاحبه. هر چیزی که برای قبولی لازم داری تو اشتراک الیت هست و این پایان ماجرا نیست. الیت بدون شرط عجیب و غریب ضمانت 100% بازگشت وجه داره. یعنی یا دانشجو معلم میشی یا خدماتی که در سال کنکورت استفاده کردی رایگان میشه. اگه تو هم میخوای بدون ریسک موفقیت تو تضمین کنی، همین الان اشتراک الیتو تهیه کن.